درود میگم به همه اونهایی که در چند دقیقه دیگر من شالوگ خوجه را از آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب تماشا خواهند کرد. ساعت به وقت پراگ 2 دقیقه است و اگر شما بیننده دومی رادیو آزادی باشید پس میدونید که هر روز در همین وقت بجز از شنبه و یک شنبه البته من برای شما در چند دقیقه سرخط خبرهای روز رو میگم تا اینکه بعد از 3 ساعت دیگر بازم با شما ملاقات داشته باشیم در پخش مستقیم بازم و در برنامه خبری این دفعه که فراگیری موضوعی که حالا من برای شما میگویم خواهد بود و البته بیشتر از این هم خواهیم داشت چون تو شروع برنامه هنوز 3 ساعت دیگر هست طوری هم گفتم و فکر میکنم که در برنامه خبری نیز ما رو تنها نمیگذارید. از حال نزدیکانمون خبر نداریم. پیوندان محبوسانی که در زندان وحدت نگهداری میشوند میگویند بعد آشوب در این مؤسسه امکان دیدار با زندانیان و فرستادن دستاویز به داخل محبس را ندارند. شکایت محبوسانی یک شکایت مصاحبان رادیو آزادی در حالی است که اداره زندان ها نیز گفته بودند که تا انجام تفتیشات آشوب محدودیت از جمله در دیداربینی و قبول دستاویز ادامه میکند. همکاران ما که از نزد زندان شهر وحدت برگشتند در این باره گزارش آماده کردند و شما میتونید این گزارش رو در برنامه تماشا کنید. اما تا اون دم من تنها یادآور میشم که در آشوب شب 19 می امسال در زندان شهر وحدت 3 ناظر زندان و 29 محبوس کشته شدند. مخمود گفتند که آشوب را محبوسان عضوی گروه‌های تندرو انجام دادند. سفارت آمریکا در تاجیکستان در حدود سفارتخانه خود تجهیزات معاصر سنجش وضع آلودگی هوا را نصب کرد که نشاندادهای آن آنلاین در تمام جهان دسترس می شود. سفیر آمریکا میگوید این اقدام به خاطر اطلاع بیشتری مردم از وضع هوا است تا توانند خود را در حالت افلاسی آن از آلودگی ها حفظ نمایند. با گفته کارشناسان تاجیکستان خود در سمت حرکت خاکباتا قرار دارد و به این دلیل هم سال در فصل تابستان روزهای زیادی خاکباریش در این کشور مشاهده می شود و اگر میخواهید بدونید که آلودگی هوا در تاجیکستان به اقتصاد کشور چقدر خسارات وارد کرده است پس در برنامه خبری ما رو همراهی کنید. در گرجستان چی میگذرد؟ دیروز در این کشور 10 نفر هنگام برخورد پلیس با اعتراضگران در نزد بینای پارلمان مجروح شدند. وزیر تندرستی گرجستان شب 20 میلیون گفت که تخمینا 30 اعتراضگر و بیش از 30 افسر پلیس در این اعتراضها جراحت برداشتند. رهبران مخالفین وعده دادند که شب 21 میلیون هم در تبلیسی جمع آمد اعتراضی برپا خواهد شد. سبب این اعتراض در چی است 3 ساعت پس برای شما خواهیم گفت. البته نوارها رو نیز میتونید از اون کشور تماشا کنید. از راه اندازی نظام پرداخت الکترونی سیتی کارت در نقلیات جمعیتی دوشنبه 1 سال گذشت. مثلا این طرح البته که بهبودی در کار نقلیات مسافرکشانی از هدفهایشان هست گفته می شود فعالیت خود را با موفقیت عنوان میکنند، اما آگاهان و مسافران میگن در کار سیتی کارت کمبود و مشکل ها وجود دارد که باید اصلاح شوند. چون چرا این موضوع نیز در برنامه برای شما بینندگان عزیز خواهیم گفت. وزارت نقلیات تاجیکستان و وزارت نیروی ایران به سازش رسیدند که با مبلغ 8 میلیون دلار سیستم روشنایی بخشی امنیت و هواکشی که نقب استقلال و هست اون را تکمیل کنند. پرداخت مبلغ مشترکاً و برابر صورت خواهد گرفت. قبلا ایران و تاجیکستان برای بسازی تونل استقلال 6 میلیون دلار جدا کرده و در ماه اپریل سال 2014 انجام این کار به عهده شرکت صابر ایران واگذار شده بود. همکنون طوری دیده می شود برای بسازی کامل انشاءات به مبلغ‌های علاوه‌ای نیاز پیدا شده است. و بینندگان عزیز مطالب از این بیشتر شما میتونید در برنامه خبری بازم ببینید و در همین جا در آزادی ویدیو کانال مستقیم رادیو آزادی در یوتیوب بعد 3 ساعت دیگر ساعت 1 با وقت پراگ، ساعت 4 با وقت دوشنبه و ساعت 2 با وقت مسکو.